یک روغن زرد خوش رنگ، خوش عطر و بو ارسال به همه ایران داریم. به ضمانت مرجوع به هر آزمایشگاهی ارگانیک بودنش میخوایم بدیم تست کنم. روغن زرد باید به همین شکل شفاف لیموی رنگ تو دمای معمولی باید این شکلی بشه. دم آشپزخانه نمیبنده، همین جوریه، همین شکل. دم تو گرم. ما قلگی ها رو حمایت کنن. ما به جز چیزی برای نمیدونم ندارین دیگه. نمیتونیم چیز عجیب غریب ارائه بدیم از او بر ما از ای بر ما. همین هزار باطن ماییه تو دل قله. روغن، کره، گوسفند، گاو هست. این چیزا دور بر ما زیاده. ارگانیک خوریه دیگه. شما شهری هم از ما قلگی یاد بگیرین. از این روغنای سرخ شدنی نمیخوام بد بگیم از صنعت به صنعت کشور، نمیخوام لطمه بزنم، ولی خب اون همه روغنش با شده دستساز. اینا روغن ارگانیک از تو با زحمت کشی تو دل شیر گاو و گوسفند به دست میای روغن. و چی روغنی هم هست رو برنجت میریزی مخوری لذت میبری. باش یک نیمرو درست میکنی مخوری اصلا بهش میاد جلو چشمات. حالا واقعا مزه واقعی تخم مرغ تخم مرغ قلگی خوردی با همین روغن؟ نخوردی دیگه، مزهشو بفهمی. یک بار از ما این روغن بخر، امتحان کن. اگر تو بد دیدی یا هرچی دوست داشتی با ما بگو. روغن ما رو پس بفرست جلو چشما. مثلا در روغن باز کن بریز تو چاه. اگر روغن ما بد بود پسندت میبود همونجا شماره کار بفرست، پول تو برات برمیگرده. به این ضمانت بهت میدم. فیلم دور ریختنش برای ما بفرست اگر روغن ما خراب بود. نمیخواد زحمت بکشی بدی پست برگردن، پولت بهت مرجوع میکنم همونجا. اقدر به خود ما اعتماد داریم که میدونیم چی میخوایم بهت بدیم. خاطر جمع از خود ما. حالا حمایت کنین، ما روستاییان حمایت